میدونی بستنی سنتی کیلو چقدر امسال؟ بریم فقط با 1 کیلو شیر کلی بستنی سنتی درست کنیم. این بستنی دستور خود بازاریاشه. 4 تا لیوان شیر، 1/3 لیوان گلاب، 1 لیوان شکر داریم. با نصف قاشق غذاخوری سرلب ترکیبش میکنیم. به شیر اضافه میکنیم. 200 گرم خامه صبحانه داریم. 100 گرم خامه رو با شیر ترکیب کردم، با همین شیر ترکیب کردم رقیق بشه و بهش اضافه کردم. بچه‌ها خامه دلخواهه ولی خیلی خوشمزه میشه بریزیم. ترکیبش کنید. این 100 گرم اضافه رو داشته باشین، آخرش بهتون میگم چیکار کنین. غلظت موادم ببینین. اگه دوست داری بستنی وانیلی بشه، نصف قاشق چایخوری وانیل بزن. اما اگه زعفرونی دوست داری، دیگه هرچی کرمته. همه مواد با هم ترکیب شدن. روی شعله مدام هم بزنید یه 7-8 دقیقه‌ای تا هم گرم بشه، همین که شکرش حل بشه. از رو شعله درش آوردیم، گرفتیمش. درش آوردیم. اجازه میدیم از دما بیفته. وقتی مواد به دمای محیط رسید، بریزینش تو ظرف استیل. بذارینش توی فریزر تا 1 ساعت بمونه. از اینجا به بعد باید 6 بار از یخچال درش بیارین، هم بزنید، دوباره بزنید تا یخ بزنه. درش بیارین، هم بزنید، دوباره بزنید تا یخ بزنه. این مرحله اولین باره که داریم میذاریم توی فریزر تا یخ بزنه. فریزر جا نداریم. شما برید تا من جا کنم. گذاشتمش تو فریزر. 1 ساعت بعد درش میارم و با قاشق هم میزنم. این 100 گرم خامه که داشتیم، 1 کیسه فریزر بگیرین، بریزینش توی نایلون، یعنی تو کیسه فریزر. میخوایم از اون خام خشکا درست کنیم که داخل بستنی سنتی میریزن. من عاشقشم. حالا قشنگ پهنش کنید تا نازک بشه. اینطوری که صافش کردین بذارین توی فریزر تا یخ بزنه. همین. بستنی رو از فریزر هر 1 ساعت یه بار بیرون میاریم و اینطوری با قاشق شنگال هم میزنیم. این عمل رو 6 بار تکرار میکنیم هر 1 ساعت تا بستنی کاملا سفت بشه و کشدار بشه. آخرین بار که بستنی اینطوری سفت شد و حالت یخیش رو از دست داد، مغزیجات و خامه خشک رو بهش اضافه میکنیم و توی یه ظرف دربسته میریزیم و درش رو میذاریم یخچال یعنی فریزر تا یه 4-5 ساعتی دوباره استراحت کنه و خودش رو بگیره.